سلام و روز شما بخیر باشد بیننده عزیز آزادی. تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامداد تقدیم شما میکنیم. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه 11 نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 28 ایول. 1700 محبوس را از دوشنبه به وحدت بردند. رئیس آژانسی پروازهای منتظم زیاد شوند چیپتا ارزان می شود. و کامرانشاه استوپیریان در اولین رقابت خود در المپیاد توکیو مغلوب شد. به اطلاع منابع رادیوی آزادی 1700 محبوس را از زندان رقم 1 در مرکز دوشنبه به محبس نو در شهر وحدت کوچاندند. یک نماینده سرریاست اجرای جزای جنایی روز 27 ایول به رادیوی آزادی گفت آنها روز یکشنبه گذشته 25 ایول جابجا شدند. شرایط محبس نو بهتر است. اگر در محبس اول در یک اتاق تا 80 نفر نگاه داشته می‌شدند، در حجره های محبس نو 10 نفری نگهداری می‌شوند. شرایط خواب و آشخانه و محیط دیگر نیز بهتر است. و کرد او. محبس نو در کنار راه دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکزی پایتخت جایگیر است، ولی خبرنگاران و نمایندگان جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق آن را ندیدند. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. تا زمان قبول قانون عفو در سال 2019 در این مؤسسه ها تقریبا 13000 محبوس را نگاه می داشتند. بر اساس قانون مذکور بیشتر از 7000 نفری آنها آزاد شدند. رئیس آژانسی آویاسیون شهروندی میگوید نرخ چیپتای هواپیما بر روسیه زمان ارزان می شود که پروازهای منتظم بیشتر شود. اکرام سبحانزاده روز 27 ایول در نشست خبری گفت پروازهای منتظم همان وقت امکان پذیر است که مردم به طور عمومی واکسن ضد کرونا ویروس گیرند. تاجیکستان و روسیه بعد یک سال تنفس از 1 اپریل پروازها را برقرار کردند. فعلا میان دو کشور هفته 4 پرواز منتظم و چندین پروازهای چارتری صورت میگیرد، ولی در ماه‌های اول برقرار شدن این پروازها ساکنان از گرانی نرخ چیپتای هواپیما شکایت داشتند. در ماه‌های اپریل و می امسال نرخ یک چیپتا بر روسیه به گفته مسافران تا 15000 سومانی گران شده بود. در پی ناراضگی زیاد ساکنان آژانسی آویاسیون شهروندی از شرکت‌ها طلب کرد که نرخ چیپتا را از $500 زیاد نفروشند. مسافران میگویند نرخ چیپتا ارزان شد، ولی پیدا کردن آن برای روزهای نزدیک مشکل است. سالانه حدود 1 میلیون نفر برای دریافت رزق و روزی از تاجیکستان بر روسیه میروند. کاربران عزیز، امروز وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نشست مطبوعاتی دارد. اگر شما مهاجر هستید و به این وزارت سوال دارید به ما نویسید. ما تلاش میکنیم به سوال شما از مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی پاسخ بگیریم. با گذشت 3 ماه از آمدن سیل به شهر کولاب شکایت ساکنان ضرر دیده کم نمی شود. برخی از ساکنان شهر گفتند منزل‌هایشان در آبخیزی 11 می ضرر دید، اما مقامات برایشان کمک نمی کنند. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه می دهد. سیل به منزل زیستی صفیه عبداللهیوه در کوچه دامینزاده آسیب رسانید. در آغاز کمیسیا منزل او را بر روی خط خسارات رسیده ها وارد کرد. قرار بود منزل‌های آسیب دیده را از نو بنیاد کنند، اما در آخر کمیسیا تصمیمش را دیگر کرده است. سیل زد درآمد همارا میخواد شوش بود دیده من جای تنور و نونپزی ما برشته نویس بود که همو محصولات چیزای زندگی ما کارتشکا و پیاز و سال چیزی زندگی میکنیم بود برشته نویس بود که از سیلخیزی های 11 می 3 ماه سپری می شود. مقامات حساب کردند ضرر سیل 46 میلیون سومانی را تشکیل داده است. 43 منزل زیست پوره، 102 منزل قسماً و 660 انشاءات خوجگی خلق ضرر دیده است. همزمان 4 مکتب و مؤسسه‌های تا مکتبی 5009 کیلومتر راه، 10 کاپرو، 24 از 5 کیلومتر ناقل‌های برقی، 7 عدد ترانسفورماتور، 350 متر خط‌های علاقه و دیگر انشاءات ضرری کلان دیدند. شکایت ها از حساب کتاب کمیسیا از سوی ساکنان ضرر دیده زیاد به نظر می رسد. در کمیته حالات های فوق العاده گفتند که بعد از سنجش و حساب و کتاب آنها به ستاد شهری کارهای باقی مانده را واگذار کرده اند. وقتی که نماینده حکومت شهر نشدگه اون نزدیکتر حکومت میگه دورتر حکومت میگه بولو برین بو مردم بولو میاد بو مردم ما میفهمن که ای خواهر شما 20 سالیت شهرانی حکومت شهر وابستگی داریم علاقه‌مندی من گفتم که ما اگر چیزی بود ما همکاری قدیم حکومت شهر کردیم سیتو در گذار بودیم.
از این در به آن در سرگردانی ساکنان آفت‌زده را در کلاب تا حال کم نکرده است. اما ساکنان منطقه باختر برعکس ساکنان کلاب خرسندند. حالا به ساکنان آفت‌زده این منطقه خانه بنیاد شده زندگی را در خانه‌های نو آغاز کرده‌اند. ساکنان کلاب میگویند که با وجود آمدن کمک‌ها ولی مقامات در حساب و کتاب برابری رعایت نکرده‌اند. اما مقامات برعکس گفتند که آنها به 1744 عائله ضرر دیده کلاب کمک‌های مالیوی و مادی رسانیده‌اند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب. کامرانشاه استوپیریان پهلوان معروف تاجیک در اولین رقابتش در المپیاد توکیو از ورزشکار فرانسوی اکسل گررکت شکست خورد. رقابت کامرانشاه صبح امروز 28 ایول در وزن تا 90 کیلو برگزار شد. کلرگت 34 ساله در رده‌بندی جهانی در وزن تا 90 کیلو نسبت به کامرانشاه 28 ساله 5 زینه بالا در جایگاه 17 قرار دارد. در این وزن 33 گشتگیر برای جایزه ها تلاش می‌ورزند. این چهارمین رقابت هر دو در مسابقات بزرگ بین‌المللی به شمار می‌رود. در 3 قوه آزمایی پهلوان فرانسوی پیروز شده است و تنها در یک رقابت گشتگیر تاجیک غالب آمده است. کامرانشاه استوپیریان سومین پهلوان تاجیک است که در المپیاد توکیو ناکام شد. از این پیش سامان محمد بیکوف که در 2 دوره مقدماتی سبقت جودو در وزن تا 73 کیلو بر احمد علیکی از تیم پناهندگان و فای نیجی از گامبیا پیروز شده بود، در دوره سوم از رستم آروجویگ آذربایجانی شکست خورد. بعدا اکمل مرادوف در دوره مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بر جاشتر اندرو از گوام پیروز شد، ولی در دوره بعدی از تاتا گرگلاشویلی گورجی مغلوب گشت. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیمی 30 ایول وارد رقابت می شود. او در وزن بیش از 100 کیلو در دوره اول با اندری گرانده از کوبا قوه آزمایی خواهد کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان از گرفتاری 88 نفر دیگر به کووید 19 در کشور خبر داد. این روز سوم است که تعداد گرفتار شدگان به کرونا ویروس نو در تاجیکستان از 80 نفر زیاد است. طبق اطلاع رسمی روز گذشته باز 1 نفر دیگر از کرونا ویروس فوت دید و با این تعداد قربانیان به 119 نفر رسید. شمار عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان طبق اطلاع رسمی 14761 نفر بوده است، اما برخی متخصصان تعداد واقعی قربانیان و گرفتار شدگان را بیشتر از آمار رسمی میگویند. در 2 ماه چندین چهره‌های شناخته بعد مبتلا شدن به کرونا ویروس فوت دیدند. 2 روز پیش مسئولین وزارت تندرستی تصدیق کردند که نوع دلتا یا شتم هندوستانی کرونا ویروس در تاجیکستان وجود دارد. در حال حاضر شمار گرفتاران به کووید 19 در سراسر جهان از جمله تاجیکستان رو به افزایش است. یکی از سبب‌های افزایش گرفتاران را سازمان جهانی تندرستی در نوع دلتا کرونا ویروس می‌بیند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ایول را فرا می‌گیرد. 28 ایول سال 2005 در یک قرار بی‌سابقه دادگاه ژورنالیست منعقد حکومت جمعه طالب را به 2 سال زندان محکوم کرد. او را در برآمدن از حد وکالت خدمتی و نقض قانون دخل ناپذیری منزل گناهکار کردند. زندانی شدن ژورنالیست موج انتقادها را در داخل و خارج برانگیخت. نهایت بعد نیم سال به آزادی برآمد. 28 ایول روز جهانی گپاتیت است و در تاجیکستان هم کم از 10,000 نفر از این بیماری سیرایتی اذیت می شوند. طبیبان یک سبب پهنشوی آن را در نبود دسترسی به آب پاک می نامند. 28 ایول سال 2011 مقامات آژانس مبارزه با نشه گفتند آوازخوان معروف سهراب سفرزاد از استفاده امفیتامین که در ترکیبش مقداری کمی مواد مخدر دارد فوتیده است. سهراب سفرزاد که او را موین تاجیک هم میگفتند در 30 سالگی و در اوج معروفیت کسبیش ماه دکبر سال 2010 درگذشت. خانواده او علت مرگش را سکته قلبی گفته است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 28 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.